when we deal with things that are from the matters of the unseen, هرگاه می‌خواستیم در مورد چیزهای از غیب سخن بگوییم، این مهم است که خود را به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم محدود سازیم، چون هیچ مرجع دیگری نداریم برای دانستن اتفاقات آینده، برای درک موضوعات غیب، خبرهای روز قیامت، اتفاقات داخل قبر، اتفاقات روز قیامت، چگونگی بهشت و جهنم. هیچ راه برای درک این موضوعات نداریم جز این که آن را از کتاب الله و سخنان رسولش بگیریم. مسیح الدجال که الله من و شما را از فتنه او در امان داشته باشد، الله متعال در مورد او به ما گفته است و او یکی از موارد غیب است. الله متعال حقایقی که در مورد دجال هست را به واسطه پیامبرش به ما بیان نموده. پس این یکی از مواردی است که ما آن را متعلق به غیب می‌دانیم. و زمانی که می‌بینیم مردم درباره دجال سخن می‌گویند، بسیاری را می‌بینی که چیزهای را از نزد خود اضافه می‌کنند تا داستان را زیبا جلوه دهند، چون خوشایند به نظر می‌رسد و همه را احساساتی می‌سازد، اما در نهایت هیچ خوبی را در پی ندارد. دجال as I mentioned, has been interpreted within the طوری که گفتم دجال طبق شرایط فعلی تفسیر شده است، طوری که کشورها و سیستم‌ها من حیث دجال شناسایی شده اند. هرچند وقت به سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم راجع به دجال توجه کنیم، برای من مشخص می شود که اکثر چیزهایی را که در یوتیوب راجع به دجال می شنویم و یا می بینیم اشتباه هستند. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم برای من توضیحات مشخص داده در مورد دجال، در مورد مشکلاتی که جهان متقبل خواهد شد تا مرگ او. تمام داستان را بسیار واضح بیان نموده. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O my people, there has been no." رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای امتم، هیچ فتنه در روی زمین نبوده، هیچ مصیبت در روی زمین نبوده از زمانی که الله متعال فرزند آدم را خلق کرده. هیچ فتنه نبوده و تا قیامت نخواهد بود که از فتنه مسیح دجال بزرگتر باشد. هیچ کس از این مصیبت فرار کرده نمیتواند مگر اینکه از ما قبل آن فرار کرده باشد. این یعنی این که شما میتوانید موفق و فرار باشید، اما در صورتی که از فتنه هایی که قبل از دجال می آیند فرار کنید، یعنی مصیبت ها و علائمی که پیش از دجال می آیند و اگر از آنها خودداری کردید، پس به اذن الله تعالی از فتنه دجال نیز در امان خواهید بود. هر قدر که به قیامت نزدیک می شد، پیامبران بیشتر به امت خود در مورد دجال می گفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر در مورد دجال برای ما بیان کرده که ما بدون هیچ شک می دانیم که او کیست و از کجا ظهور خواهد کرد. او با گفتن این که من پیامبر هستم شروع می کند، در حالی که بعد از من هیچ پیامبری نیست. و شما باید به خاطر داشته باشید چون وقت دجال می آید مردم را شفته می سازد و مرده را به اذن الله متعال زنده می سازد. حتی والدینتان را در مقابلتان زنده می کند تا به تو بگویند او الله است. شما باید به خاطر بسپارید که هیچ پیامبری بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نخواهد آمد، هیچ پیامبری. و سپس بار دوم ادعا می کند که من پروردگارتان هستم، اما شما تا نمیرید پروردگارتان را نخواهید دید. و این نکته دوم است که باید به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید الله متعال را در این دنیا ببینید. شما الله متعال را وقتی بمیرید خواهید دید و به اذن الله متعال دیدار او تعالی برای شما نعمت خواهد بود، آن هم در جنت فردوس الاعلی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند که چشم راست دجال کور است، او هم چشم راست دارد و هم چپ.
با چشم چپش می‌بیند و چشم راستش کور است. It must not be hidden from you. این نباید از شما پنهان بماند که الله یک چشمی نیست. و این نکته سوم هست. اول، هیچ پیامبر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. دوم، شما الله متعال را نخواهید دید تا وقتی که زنده هستید. و سوم، پروردگارتان یک چشمی نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن را تا حد تکرار کرد که صحابه فکر کردند که توقف نخواهد داشت. ایشان می‌فرمودند پروردگارتان یک چشمی نیست. به خاطر داشته باشید پروردگارتان یک چشمی نیست. این سخن را مکرراً به زبان می آورد، چون فتنه دجال آنقدر شدید هست که یک انسان را از درون تکان می دهد. باید به خاطر داشته باشید که هیچ پیامبر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. تا زنده هستید پروردگارتان را نخواهید دید و پروردگارتان اعور یعنی یک چشمی نیست. He is a man with curly hair. دجال مرد است با موهای ضخیم و پیچدار. موهای ضخیم و پیچدار. در وسط پیشانیش کافر و یا کفره نوشته شده. بنانیا نوشته شده کف ف را کفره و یا کافر نوشته شده. هر کسی که او را خوش ندارد می تواند آن را بخواند و در روایت دیگر هر مؤمن یعنی مسلمان آن را خوانده می تواند. Every Muslim will read something like this. The Prophet ﷺ also told us رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز فرموده قیامت نخواهد آمد تا اینکه 30 تا دجال ظاهر شوند و هر یک ادعای پیامبری خواهد کرد. پس اینها دجال های کوچک هستند. دجال به معنی فریب دهنده. ریشه آن دجله هست یعنی فریب دادن. او فریب دهنده است. اما المسیح دجال فریب دهنده بزرگ و نهایی هست. From his trials, از فتنه های او این است که با خود بهشت و جهنم خواهد داشت. او با خود بهشت و آتش خواهد داشت. تصور کنید کسی بهشت را در مقابل چشمتان بیاورد. او بهشت را در مقابل چشمتان می آورد و نیز آتش جهنم را در مقابل چشمتان می آورد و یا دریای سرد و آتش سوزنده را برایتان می آورد. کوهی از نان و چیز همانند بهشت و آتش دوزخ را با خود دارد. پس بهشت واقعی نیست. هیچ چیز با دجال واقعی نیست. چیزی که با خود می آورد یک تصویر و توهمی از بهشت خواهد بود، در حالی که می بینید و فکر می کنید بهشت است و فکر می کنید که این الله است که بهشت را برایتان آورده و نیز جهنم را با خود دارد. اما او پروردگارتان نه، بلکه دجال هست، بزرگترین دروغگویی که الله متعال در روی زمین قرار خواهد داد. بنان رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید دوزخ او بهشت و بهشتش جهنم است. پس دجال خود سیستم نیست و یا چیز دیگری، بلکه یک انسان است. اما سیستم برای ظهور او کار می کند، چون سیستم توسط شیطان رهبری می شود و دجال محبوب شیطان است. آیا دشمنتان یعنی ابلیس به دنبال چیست؟ چه می خواهد؟ او می خواهد که فتنه را در بین مردم ایجاد کند و چون بزرگترین فتنه در زمان دجال خواهد بود، شیطان کوشش دارد که زمینه ظهور دجال را فراهم کند. در 6 دسامبر سخنان ترامپ جهان را تکان داد. او بیت المقدس را مرکز اسرائیل خواند. معبد ماونت یعنی بیت المقدس در ساحه معابد اول و دوم یهودیان قرار دارد، اما صدها سال مکان مقدس برای مسلمانان بوده. فعلا مسجد الاقصی و مسجد طلایی قبة الصخره در این مکان قرار دارند، اما بعضی از یهودیان می‌خواهند که معبد سوم در اینجا ساخته شود. معبد بزرگ در اسرائیل در حال ساخته است. آیا باور دارید؟ من از شما نپرسیده بودم، اما بله دقیقاً. فعلا برای ساخت آن حمایتی وجود دارد. میدانستید اولین کاری که بعد از انتخاب شدن ترامپ صورت گرفت، خاخام‌های اسرائیل به او و پوتین گفتند که نفوذ بین‌المللی خود را برای چی به کار ببرند؟ برای بازسازی معبد. فکر نکنید که این اتفاق نمی‌افتد. من فکر می‌کنم نیروی جنبشی فعلا طرف ما هست و ما به طرف یک نقطه مهم روان هستیم و بعضی از خاخام‌های عرفانی خیلی کنجکاوانه به موضوع توجه دارند. خاخام‌های اسرائیل گفتند پیروزی ترامپ به گونه الهی برای آغاز پروسه مسیحیه یعنی آمدن مسیح صورت گرفت.
ترامپ در سال 2012 به اسرائیل رفت و از کاندید شدن به ریاست جمهوری آمریکا صرف نظر کرد. با سران ایالات ملاقات نمود و بیرون آمد. می توانید این را در یوتیوب مشاهده کنید. به یهودیان گفت که به بنیامین نتانیاهو در حزب لیکود رای بدهید که آنها همین کار را کردند. درست؟ این ویدیو ملاقات است بین بنیامین نتانیاهو و خاخام یهودی که در 18 نوامبر 1990 صورت گرفته است. به نتانیاهو دستور داده می شود که آمدن مسیح را سرعت بخشد. موفقیت بسیار مدت زیادی می شود که ندیدمت. برای آرزوی موفقیت دارم. یک سعادت دوگانه. من برای درخواست کمک و دعای خیر آمدم در همه امور، سیاسی و شخصی. از ملاقات قبلی من تا حال بعض کارها پیش رفته. چیزی که تا به حال تغییر نکرده این است که مسیح هنوز نیامده. کار کن تا زودتر ظهور کند. میکنیم. طوری که معلوم می شود کافی نیست، چون وقت بسیاری را از دست دادیم ولی هنوز هم مسیح نیامده. بله. پس تا وقت دارید کوشش کنید. درست. اخبار خوب با مسرت و خوشی. بله. میدانی که چیزیدیم ها هر کار را با خوشی انجام میدهند. درست. با امید اخبار خوب و موفقیت بیشتر. آنها منتظر یک پادشاه هستند. آنها منتظر یک رهبر سیاسی هستند. حقیقتا مسیح به روایت آنها کسی است که مسح شده باشد و این برمیگرده به گذشته ها که یک پادشاه را مسح می‌کردند و او را من حیث فرد تصور می‌کردند که خدا برایشان فرستاده. آنها نیز باور دارند که مسیح ظهور می‌کند. همین ما می‌گوییم که مسیح دوباره ظهور می‌کند، اما مسیح آنها مسیح دروغین یعنی المسیح الدجال است. شبکه ایلومیناتی همواره در کوشش است تا همه ابعاد زندگیتان را با اجنده های از قبل تعیین شده کاملا در کنترل درآورد تا شما را آماده به این سازد که دجال را من حیث پروردگارتان قبول کنید، چون وقت دجال می آید ادعای خدایی نیز می کند. می خواهید این اجنده ها را بدانید؟ پس منتظر قسمت های بعدی باشد.